یه نقطه اینجا هستش میبینمش. یه نقطه میبینیم، 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5. حالا خود نقطه رو شمردم ببینم 1 2 3 4 پنجمیه و کف این میفته. اینجا خود نقطه رو نمیشماریم، پایینش رو میشماریم. پایینی نقطه این نقطه است، این نه این. 1 2 3 4 5 کفش میفته. این بعدم با نقطه میفته بالا. خب بعد خار میزفارم دقیقا بالا میفته. خب بعدا اینجا هم که 1 ای 2 ای 3 ای 4 ای 5 ای 6 ای. اینجا T1 T5 T4 T کلن تیه دیگه، کلن همون آی بخشیم. بعدا میخوام که این دوتا به این بر نگاه میکنه دقیقا. یعنی این دوتا بالا اینجا، این اینجا، این اینجا. یعنی همچنین میایم این وسطیه رو به بالا، رو به پای، رو به اینجا، رو به پای. این برآمدگیش این بالا، این بر رو به این بر، این برآمدگیش به پایین. این دوتا به این بر، این دوتا هم به پای. نقطه مرگ بالا. حالا میریم پایین. پایینم علامت ما اینجا گذاشتیم. این دو تا علامت داره، یکی اینجا یکی اینجا، رنگم اینجا.